بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، در 11مین جلسه از جلسه های آشنایی با جهان جن و شیاطین قرار داریم و در چند جلسه گذشته با مس و سحر آشنا شدیم. در جلسه امروزی به یکی دیگر از بیماری های روحی می‌پردازیم که بیماری چشم زخم هست یا بیماری عین. بیماری های روحی در مجموع به 3 دسته تقسیم میشه. یکی مس هست یعنی جن‌زدگی، و دیگر سحر هست که این هر دو خوانده شده، و دیگری عین هست یا چشم زخم. در ابتدا خوب است بدانیم که چگونه چشم باعث بیماری می شود، چگونه با دیدن یک نفر ممکن است بیمار شود و آسیب ببیند و با مشکلات جدی دچار شود. یعنی فرد کاری نمی کند جز این که به طرف نگاه می کند و حسد می ورزد یا فقط خوشش می آید، اما در نتیجه اون فرد به بیماری گرفتار می شود. ممکن است دچار مرگ شود، ممکن است دچار فلج شود، ممکن است دچار بیماری های مختلف شود که بعداً با آنها آشنا می شود. شیخ عطیه محمد سالم، یکی از علمای مدینه هست، استاد است در مسجد نبوی، او میگوید که چگونگی تأثیر چشم زخم از امور غیبی و پنهان هست. اینکه چگونه چشم زخم اثر میگذارد، این از مسائل غیبی و مسائل پنهانی است. تا امروز هم به صورت قطعی نمیتوانیم بگوییم چه باعث می شود یک فرد کسی دیگری رو با چشم خود بیمار کند و یا گرفتار سازد. چرا نمیشه این مسئله ثابت بشه؟ چون مسئله عین که هست، مسئله نامحسوسی است و امور نامحسوسی رو ما نمیتونیم با حواس درک بکنیم و یا با ابزارهای آزمایشگاهی شناسایی بکنیم. ما فقط از آثار چشم زخم میتونیم به حقیقت آن پی ببریم. به عنوان نمونه، روح در بدن انسان دیده نمیشه و در آزمایشگاه هم قابل بررسی نیست، اما از آثار آن به وجود آن پی میبریم. مثلا جریان برق دیده نمیشه، اما از آثار آن به وجود آن پی میبریم. مثلا امواج مختلفی که هست دیده نمیشه، اما از آثار آن به وجود آن پی میبریم. مثلا نیروی آهنربا دیده نمیشه، اما از آثار آن به وجود آن پی میبریم. حالا هم چشم زخم دیده نمیشه، اما از آثار آن به وجود آن پی میبریم. پس خلاصه حرف شیخ محمد عطیه سالم این هست که حقیقت چشم زخم برای ما روشن نیست و ما با توجه به وحی به این حقیقت پی بردیم و از آثار آن متوجه آن میشویم و راه‌هایی هم که برای درمان در وحی در نظر گرفته شده اونها رو در پیش میگیریم. و همچنان دکتر فهد السحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی مدینه منوره، میگوید که در قرآن و سنت هیچ توضیحی درباره چگونگی اثرگذاری چشم زخم وارد نشده. یعنی در قرآن حدیث توضیح داده نشده که چگونه انسان دیگر رو چشم میزند. اما ما به این مسئله غیبی ایمان داریم، چرا که در وحی این مسئله ثابت است و مکلف هم نیستیم کیفیت آن را بشناسیم.
چون خیلی از مسائل غیبی کیفیت آنها برای ما ناشناخته هست و نامعلوم هست، چون ما محدود هستیم، ما ناتوان هستیم. خب این مسئله اول درباره این که چگونه انسان دیگری را چشم میزند، بگونه مختصر با این مسئله آشنا شد. حالا میاییم و با آیات و احادیث روبرو میشویم که در اینها حقیقت چشم زخم بیان شده، این که چشم زخم حقیقت دارد و انسان میتواند دیگری را چشم بزند. اول به دلایل قرآنی میپردازیم، سپس به دلایل حدیثی. دلایلی که در قرآن کریم آمده از جمله آیت 67 سوره مبارکه یوسف، آنجا که یعقوب علیه السلام میگوید یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، پسرانم از یک دروازه وارد نشوید و از دروازه های مختلف وارد شوید. امام ابن کثیر رحمت الله در تفسیر خود میگوید ابن عباس و محمد ابن کعب، مجاهد، ضحاک، قتاده، سدی و دیگران گفتن علت انکار یعقوب علیه السلام این بود که مبادا فرزندانش چشم بخورند، انه خشی علیهم العین، ترس این بود که به چشم زخم مبتلا شوند. چرا؟ و ذلك انهم كانوا ذوی جمال و هیئت حسنة و منظر و بها، چون آنها زیبا بودند و دیدن آنها دلربا بود و یعقوب علیه السلام ترسید که مبادا چشم بخورند. این چیزی که در تفسیر ابن کثیر آمده و جمع اصحابه و تابعین بر آن باور هستند. و همچنان در تفسیر سوره آیت 51 سوره مبارکه قلم و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، نزدیک است آنان که کافر شدند تو را دچار چشم زخم کنند یا تو را چشم بزنند. و امام ابن کثیر میگوید و فی هذه الآیه دلیل علی ان العین اصابتها و تأثیرها حق بامر الله عز وجل. این آیت نشان میدهد که این حق است، چشم حق است و به اذن الله متعال مؤثر است. این دلیل دیگری است که از قرآن بر این مسئله پی میبرد. و در کنار آیاتی که در این زمینه وجود دارد، روایات بسیار روشن و صریحی از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه وجود دارد. میتونم بگیم که این روایات به تواتر معنوی میتونه برسه، یعنی از بس روایت زیاد است. از جمله روایتی در بخاری و مسلم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند العین حق، چشم حق است، یعنی چشم زخم حق است و این واقعیت دارد، قابل انکار نیست. و همچنان روایت صحیح دیگری داریم در صحیح الجامع که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند استعیذوا بالله من العین فان العین حق، به الله پناه ببرید از چشم زخم، چرا که چشم زخم حق است. همچنان روایت دیگری داریم درباره چشم زخم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اکثر من یموت من امتی بعد قضاء الله و قدره بالعین، بیشترین چیزی که باعث مرگ امت من می شود پس از قضا و قدر الهی چشم زخم است. سبحان الله، این مسئله بسیار عجیب است که نشان میدهد بسیار از مرگ ها ممکنه با چشم زخم صورت بگیره. البته با توضیحاتی که میدیم سوالی که در ذهن هست ان شاء الله حل میشه. دلیل دیگری که در این زمینه وجود دارد اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر، چشم زخم انسان را به قبر و شتر را به دیگ میفرستد، یعنی باعث مرگ انسان میشود و باعث مرگ حیوان میشود و از این دانسته میشه که حیوان هم چشم میخورد. دلیل دیگر که این روایت همه صحیح است، روایتی که میخونیم همگی صحیح است. ابو ذر رضی الله عنه میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان العین لتولع بالرجل باذن الله حتی یصعد حالقا ثم ترد منه، چشم زخم باعث میشه که انسان بالای کوه بره و از اونجا پایین بیفته، یعنی ممکنه فرد به حالت گرفتار بشه که سر کوه بره و خود را از اونجا پایین بیاندازه. دلیل دیگر روایتی که در صحیح مسلم آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند العین حق، چشم زخم حق است ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر چیزی از تقدیر پیشی بگیرد چشم پیشی میگیرد، چشم زخم پیشی میگیرد.
و اذا استغسلتم فاغسلوا، اگر از شما خواسته شد بشویید، بعدا توضیح که منظور چیست. و همچنین روایت دیگر داریم از ابن عباس که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند العین حق تستنزل الحالق، چشم زخم حق است و انسان را از بلندی به پایین می آورد. همچنین روایت داریم در صحیح مسلم جابر ابن عبدالله میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اسماء بنت عمیس گفتن ارقیهم، آنها را چی کن؟ رقیه بخوان. ولكن العین تسرع الیهم، در روایت دیگه اومده که اینها زود چشم میخورن. روایت دیگر از ام سلمه است در بخاری و مسلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر رو دیدن گفتن استرقوا لها فإن بها النظره، این از علائم متوجه شدن که او چشم زخم دارد، یعنی چشم خورده است. گفتن برای او دعاخوانی طلب کنید چون او چشم خورده است. روایت در بخاری و مسلم است. و همچنین عایشه رضی الله عنها به روایت بخاری و مسلم میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم امرها ان تسترقى من العین، پیامبر دستور دادن از این که برای چشم زخم دعاخوانی شود. و همچنین روایت دیگری داریم در مستدرک حاکم که امام ذهبی هم با امام حاکم در تصحیح آن موافق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا راى احدكم من اخیه او من نفسه او ماله ما يعجبه فليبركه فان العين حق، اگر انسان چیزی را در برادر خود و یا از خود و از مال خود میبیند که خوشش میآید به شگفت میافتد، اونجا دعای برکت بکنه اللهم بارک له اللهم بارک علیه. و همچنین روایت داریم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت کاملا صحیح است. ابو امامه بن سهل بن حنیف میگوید که پدرش برایش گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با جمع از یاران خود به طرف مکه رفتند تا اینکه در منطقه منزل زدند و اونجا سهل بن حنیف که آدم سفید پوستی بود و بدن زیبایی داشت و روی فرم بود به اصطلاح، اونجا خود را می شست. عامر ابن ربیعه او را دید و گفت که من تا حالا چنین بدنی ندیدم، حتی دخترها چنین بدنی ندارند. امیر خان حرفی برای او گفت. بعدا میگوید که اینجا بود که سهل به زمین افتاد. بعدا او را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. برای پیامبر گفته شد ببینید این چه شده است، سر خود را بلند نمی کند و به هوش نمی آید. پیامبر فرمودند که هل تتهمون فیه من احد، آیا شما کسی را متهم میکنید؟ پیامبر از اول متوجه شدن که این فرد چشم خورده و باز بعدن پرسیدن، یعنی سوالشون متوجه میشه. گفتن آیا کسی را متهم میکنید که او را چشم زده است؟ گفتن که عامر ابن ربیعه او را دیده است. بعدن پیامبر صلی الله علیه و سلم او را طلب کردند و بر او خشمگین شدند و گفتند علامه یقتل احدکم اخاه، چرا شما برادر خود را میکشید؟ برای چی برادر خود را میکشید؟ یعنی ببینید چقدر تعبیر زننده. اذا رأیت ما یعجبک برکت، اگر چیزی را میبینی که خوشت میاد برکت، دعای برکت بخوان. بعدن گفتن که اغسل له، یعنی خود را برای او بشوی. و بعدن او رفت دستان روی خود را و دستان خود را و آرنجهای خود را و زانهای خود را شست و بعدن از این آب بالای اون فرد ریخته شد. و بعدن میگه فراح سهل مع الناس لیس بی بأس، سهل بلند شد گویا اصلا بیمار نبوده است. سبحان الله. ببینید از این رو باید به صورت واضح چشم زخم و روش تداوی آن دانسته میشه. و این نمیفهم 11مین دلیل بود از دلایلی که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. بحث بعدی که با شما داریم انواع عین هست، انواع چشم زخم. اما پیش از آن تاکید میکنیم و تذکر میدهیم که بحث هایی که درباره چشم زخم مطرح میشه اینها مسائل غیبی صرف نیست که فرو رفتن در آنها نادرست باشه و بررسی کردن آنها و پرداختن به آنها ناجایز. چرا؟ چون عین از خود اعراضی دارد، علائمی دارد،
آثاری دارد که پیشتر هم به آنها پرداخته شد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم آن دختر را به محض اینکه دیدن در چهره‌اش یک زردی دیدن، گفتن استرقوا لها فإن بها النظره، گفتن برای دعاخوانی کنید چون او چشم خورده است. حالا پیامبر از کجا دانستن که چشم خورده است؟ از آثار، از علائم، از نشانه ها. و همچنین درباره اولاد جعفر گفتن ان العین تسرع الیهم، آنان زود چشم میخورند. بازم از علائم و نشانه های حرف رو گفتن. پس چون نیست که این مسئله غیبی صرف باشه و نتوان درباره او نظر بده انسان. مسئله بعدی که میتوانه علائم چشم زخم با علائم سحر یا جنزدگی و علائم سحر شباهت‌های بسیار داشته باشه. پس کسی که معالجه میکنه یا کسی که دعاخوانی میکنه یا کسی که راقی هست باید در این باب دقت کند و عجله نکند، بگید این چنین است اون چنان، بلکه به صورت کامل مسئله بررسی بکنه و بعدا میتونه نظر خود را بکنه. و همچنین مسئله بعدی که هیچگاه راقی از رفتن از دکتر و از آزمایش گرفتن مانع نشه، بلکه به خاطر اطمینان بیشتر خود او راهنمایی بکنه که فرد بره حالا آزمایش هایی که نیاز هست بگیرد نزد طبیبی که حاذق و مسلمان باشد و بعد از آن میشه که با دعاخوانی هم انجام بشه. یعنی اینها با هم مکمل یکدیگر است، اینها مناقض یکدیگر نیست. حالا بیاییم و با شما به انواع عین بپردازیم. این از یک لحاظ به دو قسمت تقسیم میشه، یکی عین انسان و یکی عین جن. یعنی دو نوع چشم زخم داریم. یکی ممکن انسان توسط انسان چشم بخوره و همچنین ممکنه توسط شیطان یا توسط جن چشم بخوره. چنانچه ابن قیم جوزی میگه که والعین عینون، عین انسیه و عین جنیه. این دو نوع است، یکی انسانی و یکی شیطانی یا جنی. در طب النبوی مطلب را مطرح کرد. یک تقسیم بندی دیگر به لحاظ تأثیر و فعالیت باز به تقسیمات به حالت تقسیمش. یکی چشم کشنده هست، یعنی چشم زخم سمی و آتشین هست که کشنده هست و این نوع چشم زخم باعث وفات فرد میشه. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر. بیشتر خوندیم که چشم باعث میشه انسان به قبر بره و شتر به دیگ بره، یعنی باعث قتل میشه. این یک نوع اینی که باعث کشتن میشه. نوع دوم اینه که باعث نابود کردن عضوی از اعضای انسان میشه. درست شد؟ و این هم باز از خود دو حالت داره. یکی که این باعث میشه که فرد به مشکل گرفتار بشه و با اون مشکل یکی از اعضای خود را از دست بده. فرض کنیم کسی چشم میخوره و در نتیجه اون به حادثه ترافیکی روبرو میشه و در نتیجه اون فرض کنیم چشم خود را از دست میده. در این حالت وقتی سبب مادی هم با چشم زخم جمع شد، اینجا باز رقیه شرعی و این کارها نتیجه نمیدهد. فرد چشم خود از دست میده، کارگر نیست. اما حالت دوم اینه که فردی چشم میخوره اما بدونی که حادثه حسی به پیش بشه، حادثه مادی به پیش بشه، عضو خود رو از دست میده، مثلا نابینا میشه یا فلج میشه. با اینکه آزمایش گرفته میشه هیچ اثری دیده نمیشه. اینجاست که میتونه این فرد با به اذن الله متعال با رقیه شرعی شفایاب بشه و همچنین با راهایی که درمان میشه چشم زخم درمان میشه. دو حالت از دین دانستیم، یکی که باعث کشتن فرد میشه، اینی که باعث یه چشمی که باعث مرگ فرد میشه و چشمی که باعث از دست رفتن عضو فرد میشه. حالت سوم اینه که چشمی که باعث بیمار شدن فرد میشه و ممکنه با چشم زخم انسان به بیماری‌های مختلف گرفتار بشه. چنانچه روایت را دیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آل حزم گفتن که اسماء بنت امیس میگد مالی ارا اجسام بنی اخی ضارعه تصیبهم الحاجه. بعدن پیامبر فرمودن که
چی میشد؟ اینا زود چشم میخورن. استرقولها فإن بها النظر. و باز این از خود اقسامی دارن، یعنی همین نوع سوم چشمی که باعث بیماری میشه این دو قسم تقسیم میشه. یکی این که چشم باعث بیماری عضوی میشه که شناخته شده هست، یعنی اصل بیماری چشم هست، چشم زخم هست و این بیماری شناخته شده هم هست. مثلا یک نفر ممکنه با چشم زخم به سرطان گرفتار بشه، به بیماری سل گرفتار بشه یا به انواع دیگر از بیماری ها. البته به این معنی نیست که این آثار از خود به جای نگذاره یا تداوی معروف انجام نشه، نه خیر، معنی وجود نداره که از اون تداوی با هم جمع بشه. یعنی خلاصه ای که ممکن انسان چشم بخوره و با چشم خوردن بیمار بشه و این بیماری هم بیماری شناخته شده باشه، بیماری عضوی باشه و شناخته شده باشه، بیماری جسمی باشه و شناخته شده باشه. و این خود باز از خود حالاتی داره. یک حالت اینه که فرد به دردها و رنجهای بسیار گرفتار میشه و او مثلا چشمی که باعث میشه یک فرد یکی از اعضای آسیب ببینه و به صورت یعنی بیماری جسمی به فرد گرفتار بشه به صورت همیشگی، یعنی فرد به بیماری جسمی گرفتار میشه اما به صورت همیشگی. و یا حالت دوم اینه که فرد به بیماری جزئی گرفتار میشه اما به صورت موقت. و وقتی بررسی‌های طبی هم انجام میشه، آزمایش‌ها انجام میشه، هیچ اثری دیده نمیشه. و باز حالت سوم اینه که بیماری جسمی گرفتار میشه اما بیماری جسمی در یک جای مشخص نیست، متنقله، یعنی از یک جا به جای دیگر منتقل میشه. یک جا سر و یک دم سر رو درد میکنه، یک دم پای رو درد میکنه، یک دم مفاصل رو درد میکنه، این میته حالات. حالت دیگری که بیماری‌های عضوی اینه که بیماری جسمی یعنی با چشم زخم اینه که فرد به تشنجات عصبی گرفتار میشه. و بازی هم چند حالت داره. یکی اینه که کوتاه مدت است، یعنی گاهی حالتی به سر فرد پیش میاد، زمان و مکان مشخصی نداره و مدتی هست و بعد تمام میشه. و حالت دیگر اینه که تشنجات عصبی دراز مدته، یعنی وقتی این حالت به سر فرد میاد به صورت دوامدار ادامه پیدا میکنه. و حالت دیگر بیماری دیگه اینه که یا چشم زخمی که باعث معطل شدن حواس انسان میشه. و این هم دو حالت داره، یا به صورت دائمی است یا به صورت موقت. به عنوان نمونه کسی بینایی خود را از دست میده، شنوایی خود را از دست میده، حس بویایی خود را از دست میده، صورت دائمی، مگر اینکه تداوی شود و شفایاب شود. و بعد حالت دیگر اینه که نه، به صورت موقتی کار به او پیش میشه، مثلا شنوایی و بینایی و بویایی خود را صورت موقت از دست میده، پس سرحال میشه، باز گرفتار میشه و باز خوب میشه. حالت چهارمی که ممکنه فرد با چشم زخم به گرفتار بشه، چشمی که باعث فلنج فرد میشه، یعنی چشم میتونه همین آثار به صورت تمامی آثار ممکنه داشته باشه. خب فرد دچار فلج میشه. به چند حالت دارد. یکی اینه که فرد با چشم زخم فلج میشه به صورت کلی، یعنی تمام بدن او دچار فلج میشه و این خوب نمیشه مگر اینکه باز همون چشم زخم و اثر او تمام بشه، یعنی با روش‌های معروفی که وجود داره. و حالت دیگر اینه که نه، باز دچار فلج میشه اما جزئی هست، کلی نیست، تمام بدن او نیست. مثلا یک دست او دچار فلج میشه، پای او میشه، سر او میشه، نیم تنه او میشه، یا هم به صورت چی هست، انتقال پیدا میکنه از یک عضو به یک عضو دیگر، یک بار دست او، یک دم پای او، یک دم چشم او، یک عضو مختلف. این حالت چهارم از بیماری‌هایی است که وسیله چشم زخم به انسان پیش میشه. و حالت پنجم اینه که فرد دچار سستی و ضعف میشه و این هم یا دائمی است یا موقت است، یعنی تمام اعضای وجود فرد دچار سستی و خواب آلودگی و فرد پیوسته احساس سستی میکنه، احساس خستگی میکنه، احساس
ناتوانی میکنه و به هیچ کار درست پرداخته نمیده. این هم گفتیم یا به صورت همیشگی است یا به صورت موقت است. بیماری ششمی که با چشم زخم ممکنه پیش بشه این عینه یا چشم زخمی که باعث استحاضه زن میشه. این حالاتی بود که بیماری های فرد گرفتار میشه با چشم که شناخته شده بود. گاهی هم فرد با چشم زخم به بیماری های گرفتار میشه که ناشناخته است. یعنی اطباء با این که بررسی میکنند این نوع بیماری شناسایی نمیشه. میبینیم که فرد مشکل داره، علائم و عوارضی داره، مثلا حالا گاهی ممکنه این نتیجه نادانی طبیب ها باشه یا بالاخره نقص کار بشری باشه. گاهی بیماری پیش 10 دکتر میری هر کدوم یک نظر میدن و هیچ کدام تداویشون نتیجه نمیده. خود ما بارها برخوردیم با چنین افرادی. با این که هر کدام موضوعش میگه، یکی میگه این مشکل داره، یکی میگه این مشکل داره، یکی میگه این مشکل داره، هیچ کدام حرفشون یکی نیست. پیش از این میری میگه اصلا این دوا نخوریم، پیش دیگه میری دوم میری میگه این دوا اصلا استفاده نکنیم، پیش سوم میری باز میگه تمام این دوا اشتباه است، پیش چهارم میری میگه اشتباه، تمام تشخیصا اشتباه بوده. این مسئله است که هر روز ما شما بریم. حالا ممکنه این نتیجه چشم زخم باشه، بیماری‌های روحی باشه، ممکنه هم اطباء درست بلد نیان و آشنا نیان و نمیدونن، یعنی ممکنه که نقص کار بشری باشه. پس ممکنه چشم زخم باعث بیماری‌های جسمی بشه که ناشناخته هست. البته ناشناخته بودن به این معنی نیست که در حقیقت ناشناخته، یعنی اسباب امروزی از شناسایی اونها ناتوانه. و باز همین که ناشناخته است باز از خود حالاتی داره. چشم زخمی که باعث میشه بیماری‌های جسمی به فرد پیش بشه و صورت کلی و دائمی. یعنی این چشم زخم باعث میشه فرد به دردها و بیماری‌های به تمام بدن خود دچار بشه و به صورت دائمی و همیشگی. و باز حالت دیگر اینه که نه خیر، به صورت جزئی و همچنان دائمی، یعنی تمام بدن نیست بلکه یک عضو هست اما همیشگی است. و حالت دیگر اینه که نه ممکنه به یک منتقل باشه، از یک جا به جای دیگر باشه، یا یک وقت باشه یک وقت نباشه. مثلا بعد از حالات ممکنه فرد به چشم بخوره و نتونه درست درس بخونه، درست تکرار بکنه درس‌های خود رو و درست این مسئله پیش برده بتونه. چشم میخونه، فرد میبینه یک نفر میبینن تعریف رو میشنون که این نفر اینقدر درس میخونه، اینقدر موفقه، چنین است و چنان است، چشم میخوره، در نتیجه دیگه نمیتونه به اون کارها رسیدگی بکنه. و یا مثلا فرد متنفر میشه از درس و از کتاب و مشق و همه چیز، و یا که فرد از خانه خود متنفر میشه و وقتی در خانه است دلگیر میشه و دچار خلق تنگی میشه. و این حالات ممکنه به فرد پیش بشه که همین نتیجه چشم زخم میتونه باشه. اینها انواع بیماری‌هایی بود که با چشم زخم به انسان پیش میشه. و چشم زخم البته دو حالت داره، یکی اینه که با حسد همراه هست، یکی اینه که نه فقط با اعجاب و با غبطه همراه هست، فقط نفر میبینه و تحت تاثیر قرار میگیره و البته از کار مشروع نمیخواند، نه خود فرد که چشم میزند و نه هم کسی که چشم میخورد، هر دو به این مسئله توجه ندارند و این مسئله جدی نمیگیرند. بحث های دیگر هم درباره چشم زخم هست. در جلسه امروزی ما چند نکته رو با شما خواندیم. یکی چگونگی چشم زخمی که انسان چگونه چشم میخورد، آیا به لحاظ علمی شناخته شده هست یا نیست. مسئله دیگر دلایل حق بودن چشم زخم در آیات و احادیث، چه دلایل وجود داره که انسان چشم میخوره و این حق است و حقیقت دارد. و در این آیات و روایت مثال بسیار عجیبی با شما دیدیم که شاید بسیار دوستان نشنیده باشن که چشم میگون ممکنه این گونه تاثیر داشته باشه. و مسئله دیگر انواع چشم زخم که هم بحث بسیار جالبی بود، بحث جانداری بود، مسائل بسیار عجیبی با شما متوجه شدیم و دانستیم. و مسئله که امروزه قابل تذکر است اینه که ما متاسفانه یا بسیاری از مردم در این عصر به کمک دوربین ها، به کمک گوشی ها، به کمک وسایلی که امروزه در اختیار دارند خود را در معرض چشم زخم قرار میدهند. درست شد؟ و کاملا به مسئله چشم زخم بی‌پروا هستند.
متوجه شدیم؟ از زن خود، از فرزند خود، از دارایی های خود، از املاک خود، از همه چیز خود عکس میگیرند و اینجا اونجا پخش میکنند بدون اینکه هدف درستی داشته باشند و بدون اینکه تحسین شده باشند و به افکار مسنون پایبند باشند. در نتیجه اینه که بیماری های بسیار زیاده به فرد پیش میشه و متوجه هم نیست که از کجا میخورن. در گذشته چنین نبوده. مردم تلاش میکردن که این موضوع جدی بگیرن و همین لحظه در میان زنهای مسائل هست. در میان زنهای مسائل بسیار رایج اعمال تلاش میکنن که چیزهایی که دارن نگن. البته بازی باعث میشه زنها دروغ بگن. این هم مشکل داره. زنها مثلا وقتی کسی سن سال بالا هست از دندان و دندان دردی صحبت میشه، میگه منم دندانم همه درد میکنه. تا اینکه اگر چیزی نگه مردم میگن با ایش دندونا داره، اصلا به این سن سال دندونا همه سالمه. یا فرض کنیم از مادر بپرسن که بچه شیر میخوره، میگن نه شیر نمیخوره، به دهن نمیزنه، همین ایگه پر میزنن فقط به خاطر اینکه مبادا میگن بچه چشم بخوره. یا فرض بکنیم خواب میشه، میگن نه تامشون بیداره تا صبح خود از جون میدم. زنا هم میرم کاره. بسیار یکسر دروغ میگن، در حالی که موقف شرعی هم نیست. دروغ هم اشتباه است. یعنی ما نه زیبایی های خود رو علنی و آشکار میکنیم و اکثر برای مردم تعریف توصیف میکنیم، چون ممکنه چشم بخوریم و اگر میگیم باز نیت انسان درست بشه انشالله مشکلی نیست. و یا کمی که باز میگیم دروغ بگیم، حق خدا نیست بکنیم، نعمت خدا رو نادیده بگیریم، این هم اشتباه. یعنی ما حق رو به روش درست، به نیت درست، به اندازه نیاز بیان میکنیم. و اما بنعمت ربک فحدث. و اما چنین هم نیست که بیایم و همه چیز رو علنی بکنیم و پخش بکنیم. مثلا که مولانا در یک شعر میگفت هر که داد و حسن خود را در مزاد، اول میخونیم خیلی زیباست، میگه دانه باشی مرغکانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. این انسان اگر دانه باشه یعنی خود رو چی بکنه؟ نشان بده. دانه اگر باشه و مرغ میچینند، اگر غنچه باشه کودکان میکنند. چیکار کنیم پس؟ دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. در ادامه میگه هر که داد و حسن خود را در مزاد، کسی که خود حسن و زیبایی های خود را علنی ساخت، دارایی های خود را علنی ساخت، به مزاد گذاشت، یعنی به من یزید که بیشتر یعنی خود را به نمایش گذاشت. هر که داد و حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. ببینید به اشاره رو چشم زخم. بعدن میگه چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می‌دارند، دوستان هم روزگارش میبرند. و برای همینی که بعضی میگفتن که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. یا مولانا میگفت در بیان این سکن جنبان لبت و الذهاب و الذهب و از مذهبت، که انسان را بسیار خصم است و عدو، در کمیت افتد چون داندو. خب درس امروز رو به همین تمام میکنیم. ان شاء الله ادامه بحث هایی که به چشم زخم تعلق میگیره و راههای درمان آن و مسائل دیگر در جلسه آینده بررسی خواهد شد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.